مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم دالشونی رو های گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده، سلام. بنده امین فردین، خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. تقریبا الان 12 دقیقه از پخش قسمت 11 سریال پایتخت میگذره، لحظه‌ای که ما داریم این ویدیو رو ضبط میکنیم. امروز قصد داریم که سوتی های قسمت 11 سریال پایتخت 6 رو بررسی بکنیم. یعنی شما حساب بکنید یک سریالی که هر قسمتش 50-55 دقیقه هستش، به علاوه پیام بازرگانی ها توی این 50-55 دقیقه 10 دقیقه 12 دقیقه سوتی داره. یعنی شیلنگ آبو گرفتن توی این سریال و ما موقعی که با بچه ها صحبت میکنیم با توف توی چسبوندن سریال بردن جلو. یعنی دیگه من نمیتونم واژه بهتری براش به کار ببرم. سریالی که پر از سوتی بود. امروز میخوام سوتی های قسمت 11 رو با هم دیگه بررسی بکنیم، از سوتی قوری گرفته تا تلفن و دیالوگ ها و صداگذاری ها که نگم براتون. اما قبل از اینکه من سوتی های قسمت 11 رو آغاز بکنم، یه لطفی بکنید اگر کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده رو سابسکرایب ندارید، دکمه قرمز رنگ این پایین هست، من همیشه میگم روی دکمه سابسکرایب بزنید و اگر هم گوشیتون فارسی هستش روی مشترک شدن بزنید که بتونید آرشیو ویدیوهای رسانه پشت پرده رو ببینید و ویدیوهای ما رو به لحظه ببینید. قفلی زدیم رو سریال پایتخت، تصمیم گرفتیم که هر قسمت سوتی ها و اتفاقات پشت پرده سریال پایتخت 6 رو بررسی بکنیم. امروز قصد داریم که قسمت 11 و سوتی هاش رو به شما بگیم. اما آغاز میکنیم سوتی های قسمت 11 سریال پایتخت که سوتی کم نداشت و بازم میگم در قسمت قبلی هم گفتم که واقعا نبود خشایار الوند، مرحوم خشایار الوند که نویسنده اصلی مجموعه های سریال پایتخت بود خیلی احساس میشه. و من توی قسمت قبلی هم گفته بودم که با چند تا از عوامل سریال پایتخت وقتی صحبت میکردم اینجوری بودش که 4 قسمت 5 قسمت ضبط میکردن سریال پایتخت رو و نویسندگی سریال 4 قسمت 3 قسمت بوده و سریالی که براش میلیاردی هزینه میکنن و حالا مردم هم از سر ناچاری چون سریال های خوب و با کیفیت رو نمیتونن ببینن مجبور میشن این سریال رو ببینن. الان هم خب وضعیت میدونید تو ایران چجوری هستش، در همه جای دنیا البته، و مجبوری میشینن و سریال ها رو میبینن. و جالبه که بیاد دنیا به من انتقاد میکنن، میگن آقا چرا به این سریال انتقاد میکنی، چرا راجع به صحبت میکنی؟ ما فقط همینو داریم، به خاطر اینکه مردم استاندارداشون پایینه. اگر استاندارد و انتظار مردم رو بالا ببریم دیگه این فیلمسازا به خودشون اجازه نمیدن که هر آت و آشغالی که دلشون میخواد تولید بکنن. حالا اگر سریال خوبم تولید میکنن با دقت بیشتری تولید بکنن، نه اینکه گفتم دیگه بزنن و سریال ببرن جلو. و اینم در نوع خودش جالب هستش. تازه من یه خبری هم شنیدم که حالا این دیالوگ هایی که محسن تنابنده برای این سریال نوشته، چون یه قسمتش هم جنبه سیاسی داشته، ممکنه در آینده یه مقداری اذیتش بکنم، امیدواریم که این اتفاق نیفته و مسئولین هم ظرفیت و جنبه داشته باشن. چون ما میدیدیم در قسمت قبلی اصلا یه سری ایرادا رو میگرفتن، مثلا گفتن که چرا مثلا دوتایی با هم رو تختن، نمیدونم چرا این سکانس استفاده شده، چرا اون سکانس استفاده شده، و یه سری اصطلاحاً ایرادهای عجیب و غریب و شخمی هم میگیرن یه سری افراد خداییش. یعنی حالا ما اینجا درسته میایم سوتی‌ها رو میگیم، اینا رو میگیم که کیفیت کار بره بالاتر و کسانی که سریال تولید میکنن، حالا چه در صدا و سیما چه در پخش خانگی، مقداری کیفیت بره بالا. حالا یادم میگن شما چرا اینقدر ریزبینی، چرا اینقدر ایرادای کوچولو میگی؟ ما میگیم که بدونن آقا یه کسی میاد انتقاد میکنه و سوتیاتون رو میگیره. اینو گفتیم که جا بیافته برای دوستان. شروع میکنیم سوتیای سریال پایتخت رو با هم دیگه مرور کردن. من روی تصویر به شما توضیح میدم. اما از این سکانس پرهاشی و پرسوتی آغاز میکنیم که بهبود زحمت صبونه رو کشیده و این سماوری که نه به برق وصله، نه به گاز وصله، نه به بیل وصله و نه به کلنگ. من موندم که این چایی رو داره چجوری گرم میکنه. آقا بهبود که مگه با بقال سر کجا حرف میزنی فهیم؟ اما این صحنه اگه سمت چپ رو نگاه کنید، لوگو هم حالا اومده روش، اشکال نداره،
یه سری عوامل پشت صحنه هستن که زحمت کشیدن و تصویرشون اومده توی آینه بغل ماشین بهتاش، که این هم در نوع خودش جالب بود که توی سکانس‌های لانگ لو رفتن تصویربردارا. من میریزم نه آقا من میریزم. دستش وقتی عصبی میشه و توی قسمت قبلی هم گفته بود که سندروم دست بیقرار اسم بیماریش هستش، اینطوری زارت میزنه به قوری و قوری میشکنه. اما ما تو سکانس بعدی میبینیم قوری سر جاش خیلی شیک و مجلسی، دمشون هم گرم. خوب خلوت کردید دوتایی. بله اینم قوری ناقلا هستش که سالمه، خیلی شیک و مجلسی. اما تو سکانس بعدی نگاه کنید قوری اون پشت درش مشخصی که شکسته، اما این صحنه در قوری خیلی سالمه و به پشت افتاده، پشت بهبود. اما تو صحنه بعدی وقتی بهبود بلند میشه در قوری سالمه و اون بغل وایستاده، برای خودش خیلی شیک. ولی خب دقت هم نمیکنن و سعی میکنن که حالا همینجوری شل شخمی سریال رو ببرن جلو، یا یه سکانس دیگه که تصویر هما رو نشون میده تو تلویزیون و صداگذاریه و جالبه که به مردم میگه نرید از خونه هاتون بیرون و شهر ساری و مازندران و سایر شهرهای اطرافش بسته هستش با شرایط فعلی ایران که خودتون بهتر از من میدونید. مسیر ورودی گیلان به رامسر در غربی ترین نقطه استان به روی مسافران بست. ولی از اون طرف بچهشون صبح بلند میشه میره مدرسه. میخوام برم مدرسه، خواب موندم، مامانم صبح بیدارم نکرد. اگه قرار مردم از شهر خارج نشن یا کسی نیاد و مسافر نوروزی نیاد، چجوری بچهشون میره مدرسه؟ یعنی یه مقداری فکر نمیکنن، پف میزنن سریالو میبرن جلو. اینجا هم که سوتی خیلی تابلویی بود دیگه، نقی چای دست راستشه، تصویر 2 تا کات میخوره میاد توی نمای لانگ، چای میاد توی دست چپش به همین راحتی. یا مثلا یه سکانس دیگه توی این سریال هستش که ارسطو کلا دیالوگاش عوض شده و یه چیز دیگه میگه، روی تصویر یه چیز دیگه انداختن. یا وقتی سوار ماشین میشه توی این سکانس گوشی برعکسه، یعنی به جای اینکه مثلا گوشی رو اینطوری بگیره که مثلا پشتش باشه، گوشی رو اینجوری گرفته و کاملا برعکس بوده. بعد کات میزنن میارن روی صحنه دیگه و سوتیشو جمع میکنن، میبینید روی تصویر همین سوتی که عوامل صحنه دادن. یه سکانس دیگه بود که نقی با نماینده مجلس بحث میکنه و البته سعی کرد به سمت واقعیت بره این تیکه از فیلم، که بعضی از نماینده‌های مجلس رأی خرید و فروش میکنن، بعضیاشون یه سری کارهای دیگه میکنن که رأی بگیرن. قطعا مردمی که داخل ایران هستن میدونن که نماینده مجلس چه کار رو انجام میدن. از حالا رو 500 تا رأی حساب کن، 500 تا شناسنامه کارت ملی پیش من داری، خاطر جمع هر وقت خواستی من نوکرم. یا مثلا توی اون صحنه‌ای که توی ماشین بودن دیالوگ ها رو هم حتی کنترل نمیکنن. نماینده مجلس میگه که ما ناهار توی قائم شهریم و اونجا باید ناهار بخوریم. خدا قول داده بودم که ناهار پیششون قائم شهر باشم. اما توی سکانس دیگه وقتی داره با هما صحبت میکنه میگه نماینده مجلس تو ساری یه جا دعوت بوده برای ناهار، یعنی فیلمنامه شخمی. اومدم ساری، حاجی قرار ناهار داشت، گفتم حالا من که تا اینجا اومدم بیام تو رو بگیرم بریم یه ناهار بی بچه بزنیم بیه. یه دیالوگ هم داشت، حالا شیطنت بود دیگه، اونجایی که بهتاش میخواستی صحبت بکنه میگه واجهش رو نمیگم، بعد میگه گیر نده. حالا مثلا گیر با گش شروع میشه ولی چرا که گفت؟ اینم یه مقداری فکر کنید خودتون متوجه میشید که واژه چی بوده. نگاه کنید. گیر نده. یا مثلا وقتی تصویر تند شد که شب تا صبح رو نشون بده و اسپید بالا، یه چند نفر رد شدن در صورتی که همه خواب بودن و اون عوامل بودن دیگه، دوربین رو گذاشته بودن، سرعت هم برده بودن بالا، گفتن کی به کی دیگه با سرعت رد میشه، بعدش هم گندش بالا. من میگیم همون افراد بودن مثلا می‌خواستن برن توالت یا جای دیگه. اینو هم ببینید روی تصویر. اون لحظه‌ای که دوربین میره زیر ماشین، یه چسب روی اون موادی که زیر ماشین چسبونده بودن بود، ولی وقتی صحنه کات میشه و میره زیر ماشین اون چسبه نیست. یعنی وقتی مقایسه تصویری میکنیم با سکانس قبلی متوجه میشیم که اینو هم دقت نکردم. یه سوتی هم یکی از دوستان برای من فرستاده بود و دمش هم گرم، خیلی سوتی فنی بود. خلاصه این سوتی رو فقط تعمیرکارا بلدن. میگه که توی صحنه‌ای که پژو میره روی چاله سرویس، موتور پژو 2000 ولی آچار بوکسش که تعمیرکار میبره 30 بوده. اینم یه دونه
سوتی ذره بینیه که تعمیرکارا خیلی بهتر از بقیه میدونن. حالا گفتم که آدم‌های باهوش میشینن و این سریال میبینن. در سکانس بعدی هم سوتی جالب بوده. این دیالوگایی که نقی و هما توی تعویض روغنی داشتن تقریبا 3-4 دقیقه طول میکشید. بعد هنوز اون تعمیرکاری که زیر ماشینه نتونسته یه پیچ هم باز بکنه. خواهشاً این تعمیرکاری که ما توی ایران داریم خیلی حرفه‌ای‌تر از این حرفان، تو 30 ثانیه پیچ باز میکنن. این تیکه هم خواهشاً اصلاحی بکنید که به بعضی از شغلا میخوره بر میخوره دیگه. مثلا طرف 5 دقیقه اون زیر باشه هنوز نتونسته باشه یه پیچ باز بکنه. بعد میگفتش که پلوم روغن رو باز کردم وایسا تا روغن عوض بکنم. اون پایین داشته چیکار میکرد؟ داشته من چاییشو میخورده و به دیالوگا گوش میداده. ببینید نمیخواد داداشم، نمیخواد. آقا پلمپ روغن باز کردم آقا پلمپ جعبه سیاه رو با نکردی که خودم میام همینو مصرفش میکنم. خلاصه این قسمتی از سوتیای قسمت 11 بود که تنها 50-55 دقیقه بیشتر تایمش نبود و ما هم زیاد وقت نذاشتیم. ولوش مثلا چند دقیقه سعی کردیم که با بچه‌ها آنالیز بکنیم و جمع جور بکنیم. سوتیای قسمت 11 رو بلافاصله ضبط بکنیم. مرسی که تا این لحظه با ما بود. اگر دوست داشتید ویدیو رو به اشتراک بذارید، کانال یوتیوب برنامه پشت پرده هم سابسکرایب کنید. ممنون که تا این لحظه با رسانه پشت پرده همراه.